سلام به همه شما عزیزان، خیلی خوش اومدید به ویدیوی آموزشی سوجوک تراپی ما و درمانهای خانگی که بدون دارو بتونی به خودت کمک کنی. خب توی این ویدیو میخوام در رابطه با حلقه های سوجوک تراپی صحبت بکنم. یه حلقه هایی که بی نهایت در بحث تنظیم هورمون بدن، دردها، مشکلات زنان و مردان میتونه به ما کمک بکنه و بسیار ساده و جذابه. این حلقه ها به این صورت ازش استفاده میشه که داخل هر انگشت به حرکت در میاد. به این صورت پس حلقه رو داخل انگشت میکنم، به حرکت در میارم به اندازه‌ای که احساس گرما یا تغییر رنگ در انگشتانم ایجاد بشه. هیچ محدودیتی وجود نداره که تا کجا باید حرکت بکنه. خیلی راحت حرکتش میدم. اوایلش احساس ممکنه درد بکنید توی انگشتان به علت فشاری که ایجاد میکنه، ولی بعد از یه مدتی کاملا بدن شما به این سیستم عادت میکنه. یه نکته بگم، به هیچ وجه حلقه های سوجوک تراپی داخل انگشت نمونن. این میتونه خطرناک باشه چون خون رو بند میاره و اجازه نمیده که جریان پیدا کنه به سمت انگشتان و میتونه خدای نکرده دست و انگشتان شما رو ناراحت بکنه. پس فقط حرکت داده میشه و هر موقعی که خسته شدیم در میاریم و کنار میذاریم برای دفعه بعد استفاده کنیم. روی میز من چندین رنگ مختلف از حلقه ها وجود داره. دلیلش رو بهت بگم. خود رنگ ها برای ما خاصیت درمانی دارن. پس نسبت به مراجعه کنندمون تعیین میکنیم که از کدوم رنگ میتونیم استفاده کنیم که در بیماری و مشکلش بهترین تأثیر رو بتونیم بذاریم. گاهی اوقات به علت کمبود رنگ موجود در کلینیکمون میایم بهترین رنگ رو مد نظر اون شخص قرار میدیم، یا اگر شما دسترسی به متخصص ندارین و فقط میتونین حلقه رو تهیه بکنین، هیچ اشکالی نداره و به شما ضرری نخواهد رسید و میتونین از خاصیت اون فشار حلقه استفاده بکنین. خیلی از دوستان به من پیام میدن که آیا میتونن از یک سیم عادی استفاده بکنن یا از یک فنر؟ نکته طلاییش اینه شما میتونی از یک فنر یا یک سیم عادی استفاده کنی به جای حلقه های سوجوک تراپی، ولی اگر تأثیر خیلی عالی رو میخوای ببینی حتما از این حلقه ها استفاده کن، چون با یه مکانیزم خاصی درست شده و در واقع توی انگشتان که حرکت میدیم اون مکانیزم باعث تاثیر بیشتری روی بیماری و مشکلات میشه. دوستان عزیزم، هیچ ربطی نداره که چه مشکلی داشته باشی، چه بیماری داشته باشی و چه دردی داشته باشی، میتونی از این حلقه ها استفاده کنی. حتی تویی که داری ویدیوی من رو میبینی و خدا رو شکر هیچ مشکلی نداری، باز هم برای تقویت بدنت، برای تنظیم هورمونای بدنت و برای جلوگیری از بیماریات میتونی از این حلقه های ساده استفاده بکنی و تاثیر مثبتش رو ببینی. ممنون که تا ته ویدیو با من همراه بودید.